زن میتواند از مال شوهر یا ناپرسیده از شوهر میتواند خیر داشته باشد در رمضان و یا غیر رمضان؟ این سوال دو جنبه دارد، خب لیکن خصوصیتش شما بیان کردید. مثلا مال هست در خانه، مال شوهر. بله. مال هست مال خود زن. زن کار میکند، مثلا نفقه دارد یا مثلا هدیه دارد از برادرش، از خواهرش، از پدر و مادرش، سرمایه خودش دارد. سوال مشخص همین است که از مال خودش که ثواب نمیره. سوال نشیده شده است. بله، از مال شوهر. از مال شوهر، چون که تامین کننده عادتا در خانه شوهر است. مال شوهر چی است در خانه؟ همین خورد خوراک غذایی است. از همین چیز زن حق ندارد که به رخصت یا به اجازت شوهرش صدقه کند. باید آگاه کند، چون تامین کننده و صاحب حق و از بیرون تامین کننده این شوهر است. زن باید بپرسد که من همین کار کرده میتونم نمیتونم. اگر صدقه اندک باشد باکی نیست. مثلا نمیتوند که یک لینچه آرد برات از خانه کسی دیگر دیاد، کی تامین کرده است؟ شوهر تامین کرده است. برای اینکه سوء تفاهم نباشد در خانه و صاحب حق شوهر است، تامین کننده اگر شوهر باشد، در این صورت باید اجازت پرسد، باید با دل نیک و با راضیگی صدقه کند از مال شوهرش. اگر شوهر راضی نباشد نمیتونه صدقه کند. اگرچه از مال خوردنی هم نباشد، از پول باشد، اگر کمترین مثلا یک سامان هم باشد، با یک سامان اگر دستش بلرزد، همسر حق دارد که اندک بگیرد صدقه کند و نپرسد. این حق دارد. اگر شوهر خسیس باشد، اگر شوهر بخیل باشد، اگر در جان خودش مصرف نمیکند، چگونه میتواند به همسایه و کس دیگر مصرف کند؟ اگر خسیس باشد، زن حق دارد که از مال شوهرش اندک به معروف از روی وجدان بگیرد و صدقه کند. زن اگر مال خودش باشد چی میتونه در این صورت صورت؟ اختیار است. مثلا پرسیدن شوهر جا مهم نیست، چون کسب خودش است، مال خودش است و حلال خودش است. نیازی به پرسش از شوهرش نیست. هر شک ببین، بسیار خواهرای هستند که مثلا همت جوانمردانه دارند. ما میبینیم که مثلا چقدر مثلا داریم بله. خواهرها و مادرایی که مثلا تاجر و سوداگر هستند، اینقدر دست، اینقدر خانه یتیم خانه کمک میکنند. نیاز به پرسش نیست، چون سرمایه از خودش است و میخواهد یک خیر کند، یک نام نیک داشته باشد، یک ثواب جمع کند، یا که مثلا در چشم مردم محبوب باشد. و کی نمیخواد؟ همیشه صدقه دادن یک عزت دارد، یک محبت دارد در چشم مردم. هر کسی میخواد دست کسی را بگیرد. ببینید انواع گوناگون صدقه را گفتیم، خدمت خودش صدقه است. همین وقتی که دکترها یا طبیبا معالجه میکنن، این عبادت است، نه تنها صدقه است، عبادت است. اینا عابد و صدقه کننده هستند. کسی بخیش و درویشش، بخیش و پیماندانش صدقه میکند، این هم صله رحم هم صدقه است. کسی در یک مثلا باششگاه میگیم، در یک پست نگهبانی میکند، مثلا عابد و صدقه کننده است. کسی که درس میدهد، هم عبادت کننده هم صدقه کننده است. وظیفه آموزگاری مقدس است. مثلا به همین مانند فقط صدقه فقط به پول و مال نیست. هر کس از روی وجدان، از روی اخلاص، کسب حلال دارد، با علم معرفتش در ملت و دولت خدمت میکند، هم عابد و هم صدقه کننده است. عبادت کرده شده است، یعنی هر نفسش عبادت نوشته می شود و همزمان صدقه کننده است. با علمش صدقه میکند، با هنرش صدقه میکند، با کسبش صدقه میکند. یعنی دستگیر است و کسی را بهره‌مند میسازد با علم و معرفتش، یا با اخلاق نکوهش، یا با پول و مال و خیر و احسانش.